سلام مجدد، من ملکه شصتانی هستم و اینجا کانال یوتیوب منه. بریم که قسمت بعدی کتاب دانشکده کسب و کار رو بخونیم. ادامه اون قسمت اول، یعنی فصل اول. اما موضوع بعدی: چرا توماس ادیسون مشهور و ثروتمند بود؟ یک روز بعد از ظهر که در دفتر بابای پولدارم درس می‌خواندم، او رو به من کرد و پرسید امروز در مدرسه چی یاد گرفتی؟ اتفاقات آن روز را در ذهنم مرور کردم و بعد گفتم امروز درباره زندگی توماس ادیسون درس دادم. بابای پولدارم گفت خیلی جالبه، توماس ادیسون انسان بسیار مشهوری بوده و واقعا هم ارزش دارد که وقت بگذاری و درباره زندگیش مطالعه کنی. به شما گفتن که او در زندگی به چه کارهایی دست زد که اینقدر مشهور و پولدار شد؟ جواب دادم البته که نگفتن، فقط در مورد اختراعات او حرف زدم، مثل لامپ و برق و چیزهای دیگر. ببینید، یک توضیح مختصر در مورد توماس ادیسون بهتون بدم. توماس ادیسون کسی نبود که برق رو اختراع کنه، یعنی برق رو یک نفر دیگه اختراع کرده. خب ولی توماس ادیسون چون میدانست که از این طریق چجوری پولدار بشه، چجوری شبکه سازی کنه، به خاطر همین توماس ادیسون مشهور شد، وگرنه در کل توماس ادیسون اختراع برق نبود که در آخر این کتاب، در ادامه این کتاب میخونیم. با شنیدن این حرفا بابای پولدارم لبخندی زد و گفت خب راستش نمیخوام حرفای معلمه رو رد کنم، ولی باید بگویم ادیسون لامپ برق رو اختراع نکرد. او فقط طراحی آن را کامل کرد و ایراداتش را برطرف کرد. اصلا لامپ برق را شخص دیگری اختراع کرده است. سپس ادامه داد که یکی از الگوهای او در زندگی ادیسون بوده است و به همین دلیل زندگی نامه او را به دقت خوانده است. پس چرا همه میگویند که توماس ادیسون مخترع لامپ بوده است؟ خب قبل از او هم افراد دیگری سعی کرده بودند این کار را بکنند، ولی چون لامپ ها خیلی کم دوام بودند و زود خراب می شدند، در واقع اصلا قابل استفاده نبودند. اما مسئله مهمتر از اینها این بود که آنها نتوانستند برای دیگران شرح دهند که لامپ‌ها چه ارزش تجاری بالایی دارد. من که حسابی گیج شده بودم پرسیدم ارزش تجاری دیگر چیست؟ الان برایت میگویم. منظورم این است که اشخاص قبلی نمیدانستند چگونه از اختراع خود پول در بیارند، ولی ادیسون این را خوب میدانست. گفتم یعنی لامپی که ادیسون اختراع کرد همین لامپی بود که واقعا قابل استفاده بود و نکته دیگر این که او میدانست چطور میشود از اختراعش کسب درآمد کرد، یعنی کاری میکرد که مردم پول بدن و آن را بخرند. بابای پولدارم سرش را به علامت تایید تکان داد و گفت در واقع او خیلی خیلی خوب میدانست چطور از اختراعش کسب درآمد کند. به همین دلیل است که اختراعات او موارد استفاده زیادی دارند و در هر خانه لازم است و پیدا می شود. او فقط یک مخترع نبود. آیا معلمتان به شما گفت که او بنیانگذار شرکت جنرال الکتریک بوده؟ از این امر خبردار بودی؟ جواب دادم نه. کاش به ما گفته بود. اگر این حرفا را میزد خیلی با دقت به حرفهایش گوش میدادم. کلاس 1 ساعت مثل 1 قرن گذشت. مرتب با خودم میگفتم زندگی ادیسون چه ربطی به من دارد؟ اگر معلم میگفت که او چقدر آدم پولداری بوده و با چه روش‌های پولدار شده، به تک تک کلماتش گوش میدادم. بابای پولدارم خندید و سپس تعریف کرد که چگونه توماس ادیسون توانسته بود به شخص ثروتمند تبدیل شود و شرکتی را که فعلا میلیاردها دلار ارزش داشت تأسیس کند. او گفت که معلمان مدرسه ادیسون فکر میکردند که او خنگ است و چیزی یاد نمیگیرد و به همین خاطر او را از مدرسه اخراج کردند. ادیسون در ایستگاه راه آهن به دستفروشی پرداخت و روزنامه و مجله انواع خوراکی ها را میفروخت. اینطور شد که او یاد گرفت چطور می شود هر کالایی را فروخت. مدتی بعد او به فکر چاپ روزنامه افتاد و بلافاصله فکرش را عملی کرد. او بچه‌های اطراف راهن را استخدام کرد تا روزنامه هایش را پخش کنند. با اینکه خودش هنوز پسر بچه بود، از یک کارمند به یک کارفرما تبدیل شد. در طول سال بعد 12 پسر بچه را استخدام کرد. پرسیدم من پس توماس ادیسون اینطوری کسب و کارش را به راه انداخت؟ بابای پولدارم لبخند زد و حرفم را تایید کرد. کاملا جذب داستانش شده بودم. گفتم چرا معلم ما این حرفا را نزد؟ من عاشق شنیدن اینجور داستانها هستم. بابای پولدارم گفت هنوز قسمت‌های مهم آن مانده. صبر کن تا همه داستان را برایت بگویم.
به این ترتیب او داستان ادیسون را ادامه داد. ادیسون در ایستگاه قطار کار کرد و ارسال پیام با علائم مورث را زود یاد گرفت تا بتواند تلگرافچی ایستگاه یا قطار شود. او کار فروشندگی در ایستگاه را رها کرد و با مسافرت از شهری به شهری دیگر پرداخت. تیزهوشی او به علاوه تجربه‌اش در کار تلگراف و آشنایی‌اش با برق باعث شد که بعدها سراغ کارهای برقی برود و لامپ برق را تکمیل کند. با گیجی از بابای پولدارم پرسیدم نمیفهمم این که یه تلگرافچی ماهر بود چه ربطی به این دارد که بتوانی یه تاجر ماهر شوی؟ این حرفا چه ربطی به پولدار شدن من دارد؟ بابای پولدارم گفت عجله نکن، الان برایت توضیح میدم. حالا فهمیده ای که ادیسون کسی نبود که در خانه بنشیند و وسایل عجیب غریب اختراع کند. او فقط یه مخترع نبود. فراموش نکن وقتی پسر بچه بود خودش توانست کارفرما شود و به همین دلیل چند سال بعد توانست تاجر پولدار شود. او به جای مدرسه رفتن راه پولدار شدن را یاد گرفت و در دنیای واقعی کسب و کار آدم مشهوری شد. یادم میآید که یک بار از من پرسیدی پولدارها چطور پولدار میشوند، نه؟ بله یادم هست، زیاد پرسیدم. تجربه‌های قبلیش خیلی به او کمک کردند تا بتواند بالاخره به لامپ به شهرت برسد. وقتی تلگرافچی بود فهمید که علت موفقیت تلگراف وجود سیستم بود. سیستم یعنی دستگاه‌های فرستنده و گیرنده، کابل‌ها، تیره‌های برق و متصدیان دستگاه ماهر. او اهمیت سیستم را وقتی خیلی جوان بود درک کرد، چون خیلی به موضوع علاقه‌مند شده بود. با فریاد گفتم یعنی می‌خواهید بگویید که چون او به راه اندازی کسب و کار علاقه داشت اهمیت سیستم را درک کرده بود؟ او متوجه شده بود که اهمیت سیستم از خود اختراع بیشتر است. بابای پولدارم به علامت موافقت با حرفای من سرش را تکان داد و گفت درست متوجه شدی. بیشتر افراد به مدرسه میروند تا کارمند خوبی برای سیستم شوند. بیشتر آنها نمیتوانند اصل قضیه را درک کنند. بیشترشان فقط به کاری که میکنند توجه دارند. البته این مشکل آنها نیست، مشکل مربوط به آموزش آنهاست. به قول معروف آنها تک تک درختها را میبینند ولی نمیتوانند کل جنگل را ببینند. گفتم پس میتوانیم اینطور برداشت کنیم که بیشتر انسانها به جای راه انداختن یک سیستم برای خودشان و مدیریت کردن آنها عضو یک سیستم میشن و برایش کار میکنند. پدرم گفت کاملا درسته، مردم فقط اختراع یا محصول اصلی را میبینند، آنها نمیتوانند سیستم را ببینند و به همین دلیل اکثر آدم‌ها نمی‌توانند بفهمند چرا یک نفر پولدار می‌شود. در مورد لامپ چطور؟ دلیل موفقیت لامپ چی بود؟ در واقع این خود لامپ نبود که اینقدر اهمیت داشت. ارزش اصلی مربوط سیستم بود، یعنی سیستمی که خطوط انتقال برق و ایستگاه‌های تقویت کننده بود که باعث قدرتمند شدن لامپ شد. در اصل ایده لامپ ادیسون را مشهور و پولدار نکرد. آنچه این کار را که طراحی سیستم روشنایی بود، وقتی همه به نور لامپ با شگفتی تعجب خیره می شدن، او به فکر طراحی سیستم بود. همینجور که بهتون گفتم توماس ادیسون کسی نبود که برق رو اختراع کنه، یعنی کسی دیگه بوده برق رو اختراع کرده و توماس ادیسون تنها کاری که کرده این وسط تونسته بفهمه که راه پولدار شدن چجوری بوده و تونسته بفهمونی که همه چی دنیا به شبکه وصله. یعنی همون برقی که اختراع شده بوده طوری کاری کرده که شبکه بندی کنه و بتونه به همه برق برسونه و این باعث شده که توماس ادیسون مشهور بشه. تا قسمت بعدیمون شما رو به خدای بزرگ میسپارم. انشالله که خوشتون اومده باشه. نظرتون رو توی کامنت ها بهم بگین. نظرتون خیلی برام محترمانه است. تا یک روز دیگه، خدا نگهدارتون.